نام خداوند جان و خرد. سلام به دوستان و عاشقان کشتی که همکنون مشاهده میکنید کشتی کامران قاسمپور و صدر لایف هست که میبینید دست کار میکنه در روی دوشک طلایی و داوری که در اونجا ایستاده. این چنل اسمش کشتی تایمز است و اولین ویدیویی که آپلود کرده. اگر از این ویدیو خوشت اومد میتونی چنل رو سابسکرایب کنی، چون ما هر روز از این ویدیوهایی که کشتی های جنگ و کشتی های نفسگیر رو داره رو میذاریم. صدر لایف اینجا کم کاری میکنه و اینجا داور بهش اخطار 30 ثانیه‌ای رو میده، باید بتونه کار کنه و امتیاز رو بگیره و اگه موقعیتش پیش بیاد کامران قاسمپور دلاور جویباری ما میتونه ازش زیر بگیره و چه زیرهای سرعتی که فقط میشه با لحظه آهسته این ویدیو رو دیدش که چگونه زیرهای زیبایی رو میگیره. لطفا چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله چنل رو فعال کنید و ویدیو رو لایک کنید اگر از اینجور ویدیوها دوست داشتید. عاشقان کشتی دست کار میکنه. صدر لایف سعی میکنه که امتیاز بگیره ولی نمیتونه و اینجا یک امتیاز به کامران قاسمپور دلاور جویباری ما میده که با بدنی قدر در مقابل تانک روسی ایستاده. اقدام میکنه برای زیر صدر لایف ولی اینجا دلاور جویباری نمیذاره که این زیر رو واسش اجرا کنه. دست کار میکنه. کامران قاسمپور یک لحظه میاد زیر رو بگیره که نمیتونه. اینجا داور سود میزنه و حالا به کشتیگیر ما اخطار میده که باید دستات کار کنه. کامران قاسمپور دستا کار میکنه، سرشاخ شدن، سرگردن حریفو گوست میکنه. حریفو برای زیر اقدام میخواد بکنه که نمیتونه و دوباره سرشاخ میشه و این لحظه یک تانک روسی به زیر اقدام میکنه و اینجا کامران قاسمپور بود که به زیرکی زیرشو نداد و خیمه زد و نذاشت که این تانک روسی زیرشو بگیره. اگه میگرفت خطرناک میشه. سوت 3 دقیقه اول رو میزنه و به استراحتگاه میرن تا نفسی بگیرن و بیان دوباره روی دوشک. خب به روی دوشک میان. داور نگاه میکنه ببینه چیزی که رو بدنشون نیست و شروع میکنه. سرشاخ میشن. دستان کامران قاسمپور کار میکنه. صدر لایف همکنون دستاشون کار میکنه و میخوان موقعیت رو برای یک زیر سرعتی موشکانه فرزانه آماده کنن و کشتی بتونن زیر زیبایی رو بر اجرا بذارن. حالا قاسمپور یک زیر زیبا میگیره و اینجا تانک روسی از دستش در میره و نمیذاره که فندو اجرا کنه. اینجا سرشاخ میشن. اینجا تانک روسی یک گوست میکنه که بتونه کامران قاسمپور دلاور جویباری رو به زمین بزنه ولی نمیتونه. همکنون پشت سر هم سعی میکنن. کشتی نفسگیری هستش. دو جنگنده، دو تانک، دو کسی که تلاش بسیاری در مسابقه بردن این طلا انجام میدن تا جایی که میتونن کار میکنن تا بتونن این مدال رو برنده بشن. اینجا مربی صدر لایف رو میبینید که بهش میگه که چیکار کنه. داورم بهشون اخطار میده که باید دستتون کار کنه و حمله کنید. یه اخطار 30 ثانیه به کامران قاسمپور میده. اینجا کامران قاسمپور برای زیر اقدام میکنه که ولی نمیتونه. 12 ثانیه، 11 ثانیه، 10 ثانیه، 9 ثانیه، 8 ثانیه، 7 ثانیه، 6 ثانیه، 5 ثانیه، 4 3 2 1. حالا یک امتیاز هم به صدر لایف میدن. اینجا باید سعی کنه که امتیازشو از صدر لایف ببره بالاتر. اگه تا اینجای ویدیو از ویدیو خوشتون اومد حتما چنل کشتی تایمز رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو فعال کنید. ممنون میشم. سرشاخ میشن. اینجا در حال داوره میگه باید کار کنید. اینجا برای زیر دارن
فضا رو باز میکنن که بتونن زیرو بگیرن. دو کشتیگیر قدرن و اینجا کامران قاسمپور زیرو میگیره. رو دست میخواد بشینه، صدر لایف میخواد کنده معروفش رو بکشه که اینجا کامران قاسمپور زیر معروف خودشو میگیره و دخان بلند میکنه. بعد 3 امتیاز 2 امتیاز میگیره و میشه 3 امتیاز. 3 بر 1 میفته جلو. اینجا پژمان درستکار رو میبینید که تشویق میکنه کامران قاسمپور رو. زیر نارنجکی گرفت. اینجا صدر لایف میاد زیر رو بگیره که با خیمه سنگین کامران قاسمپور مواجه میشه. اینجا داور سرپا میده. دوباره اینجا صدر لایف سعی میکنه زیر بگیره. 19 ثانیه از زمان باقی مونده. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 8 ثانیه تا اینجا کشتیگیره. یک لحظه اشتباه از کامران قاسمپور و صدر لایف به پشت حریف خودش میره و اینجا اشتباهی انجام میشه. ویدیو دوچار مشکل شد و این قسمت میبینید که امتیاز رو از دست میده و به پشت میزنه و بازی کشتی رو میبازه. حیف شد. بعد موقع خیلی خوب کشتی گرفت. حلالت باشه، عیبی نداره، ماشاءالله به شما. اینجا پژمان درستکار درخواست ویدیو چک میکنه که ببینه آیا خطایی رخ داده یا نه. و اینجا میبینید که صدر لایف خوشحالی میکنه. تانک روسی دوتاشون هم خوب کشتی گرفتن. این قسمت میبینن که آیا مثلا دست یا پایی گذاشته، ولی میبینن که نه. به نظر من که هیچ خطایی وجود نداشته و امتیاز درست بوده، ولی حیف شد که در دقایق آخر با اشتباهی که زیرو نباید میگرفت، باید کشتی رو اون لحظه میتونست اداره کنه و میبینید که به میزننش زمین و امتیاز رو میده و بازی رو از دست میده. خیلی حیفه، خیلی حیفه. بجنگی و در چند ثانیه، 8 ثانیه 7 ثانیه مسابقه با یک اشتباه کشتی رو واگذار کنی. اما باز خسته نباشید میگم به دلاور جویباری قاسمپور. اینجا کشتیگیر مربی کشتیگیر صدر لایف رو میبینید که خوشحاله و اینجا پژمان درستکار رو میبینید که اعصابش خورده که چرا تو دقایق آخر اینجا نتونست چیز کنه. کامران قاسمپور خودش هم عصبیه. میبینید که به سرش ضربه میزنه، میگه وای وای خدای خیلی چیزه. اونجا دست صدر لایف رو بالا میبره، صدر لایف خوشحالی میکنه. اینجا کامران قاسمپور ناراحته. اینجا با هم دیگر رو بغل میکنن و به سمت مربی ها میرن و دست بدن. ممنون که تا این قسمت از ویدیو رو دیدید. اگه ویدیوهای دیگر میخواید تو چنل هست برید نگاه کنید. دمتون گرم. خداحافظ.